مال خونه پر مهمونه عصب و درد داغونه اونای درد سونه خنده مال خونه کتونه رامبو داره میخندونه خنده ما نمیخندونه رامبو داره میخندونه خنده ما نمیخندونه. به نام خدا سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم. اینجا خندوانم. خنده خندوانه بمب انرژی داره خندوانه شادی بودا بیاره خندوانه بمب انرژی داره خندوانه شادی بودا بیاره خندوانه بمب انرژی داره شادی بودا حالتون چطوره؟ خدا رو شکر. بفهم منم خیلی خوشحالم که شما اینجایین. پس حال من چطوره؟ خیلی هم قشنگ. حال خندوانای تو خونه چطوره؟ به خدا رو شکر. در یک برنامه دیگه از فصل 4 سومین برنامه در خدمتتونیم. پنجشنبه است، شب جمعه است. این خیلی نکته مهمیه که شبای جمعه از این به بعد قرارمون این باشه. یار قدیمی ما یعنی 780 برنامه ریزی اینجوری کرده که شما میتونید با خرید شارژ ازش منتها با این کد، یعنی بزنید 3*780 3*80 مربع، اینجوری اگه شارژ بخرین حتما با مضرب 5 یک کدی بهتون میده که با مضرب 5. سلام بایرام جان. حالتون چطوره؟ مضرب 5 حتما بهتون یه جایزه میده. چه؟ مشکلی که؟ هیچی، تمرکزم از دست دادم. طبیعیه، هر کی ببینه منو آرامش ازش گرفته میشه. چرا؟ چطور اون وقت؟ یعنی منظورتون چیه؟ غرق میشه دیگه. غرق میشه؟ آرامش ازش گرفته میشه. بله. تو چی غرق میشم؟ گفتم محو من نشین، غرق میشین. شما گوش نکردی. بس که سفید، بس که یه دست. یعنی چه این شکلی شدی شما؟ این شکلی چیه؟ لامینیت کردم دیگه. آها لامینیت کردی. اون لامینیت الان بعد الان لامینیت طرح لبخند. چی؟ لامینیت طرح لبخند. طرح لبخند. سفید یه دست. چیه؟ نه. بعد الان هیچ مشکل نداری شما؟ نه. رنگش، طرحش، مدلش؟ نه. شما مشکلی داری مگه باش؟ شما نه اگه شما خودتون مشکل ندارید نه منم مشکل ندارم. نه من مشکل ندارم. من پیشنهاد دارم. من یه دست دیگه به دندوناتون بکشید. من یه دست به دندونام بکشم؟ بله. چشه مگه دندونای من؟ چشه دندوناتون؟ اگه چیزیش نیست که نمیخواد. نه حتما مشکل نداره. نه سبب منظور چیه؟ نه منظوری نداره. به نظر یه متلکی توش بود. 2 تا ردیف پاراجور گذاشتین دیگه. بالا و پایین. دندون نداری شما 2 تا پاراجور داری. شما به دندونه من میگی ردیف پاراجور؟ پاراجور دیگه. چیه بس؟ دندونه؟ ببخشید توهین نکنید. من خیلی حواسم هست. همیشه با دندون پزشکم علی جان همیشه در ارتباطم. من به اون کاری ندارم. من برای شما دارم میگم. من بالاخره 4 تا آدم یا شما با یه سری آدم در ارتباط هستی. من برای خود شما دارم میگم. من یهو نیشه تو باز میشه. ببخشید چی گفتم. رقم میذاری یهو. باید دندونا ردیف باشه. سفید باشه. کیف کنه نباشه چی؟ کیف کنن دوستاتون که بیان سراغتون. عزیزم من حالشو ببرن، فیضشو ببرن. آقا من دندونم مشکلی نداره، متشکرم. ببین عزیز من اگر که من اون وضعیت کاریکاتوری که شما برای دندونات ایجاد کردی رو هیچ قضاوتی نکردم. شما با دندون من کاری نداشته باش. من مشکلی ندارم. دندون نیست ولی باشه حالا. پراجوره. 2 تا پراجوره. کارتون بکنید. ببخشید. کدوم دوربین باید من ببینیم؟ خواهش میکنم پس یادتون باشه که هیچ مشکلی هم ندارم. یادتون باشه که با مضرب 5 میتونید. من با اینم مشکل دارم من دیگه. این چه تبلیغ منفیه. چرا؟ دارم پول میدم باید درست تبلیغ بشه دیگه. الان مشکل تبلیغ چیه؟ میریزه ریزش میکنه. چی ریزش میکنه؟ معکوس عمل میکنه این تبلیغ. خوششون نمیاد. با پراجور داری تبلیغ فشن رو میکنی. نمیشه. جوابگو نیست. الان شما پیشنهادی داری؟ پیشنهاد دارم. من اگه بگم خب معلومه جذاب‌تره.
دندون ردیف یا من میرم تبلیغ کنم کیف میکنه فشار. بفرمایید. مضرب 5 رو باید بگیرین بگی هوب مضرب 5 هوب دیدین دیگه چقدر درست تر بود. چی رو دیدم؟ درست بود دیگه خندیدن دیگه همه خندیدن؟ خوششون اومد تبلیغ کردم خندیدن همه. عزیزم خندیدن چون خنده‌دار بود. این خنده‌داره ولی قضیه این نیستش که داری درست اطلاعات در اختیار تماشاچی میذاری. ستاره 780 ستاره 80 مربع میگیرین مضرب 5 یه کدی بهتون میده. مضرب 5 بودین حتما جایزه میگیرین. به نظرم تو حوزه کاری منم شما کاری نداشته باشین. نه کاری ندارم ولی اگه قطع امکانی شد با اف داد دیگه تلفن تو جواب نده به خودتون مربوطه به من ربطی نداره. من چرا نباید جواب تلفن مسئله رو بار میدونم. چرا نباید جواب تلفن منو بده؟ پراجور ردیف نیست دندونا این نیست. ببین ایشون هم تاکید کردن. بفرمایید. پراجور. بفرمایید. آقای شاه حسینی تشریف بیارین. بفرمایید. بعضی وقتا هیچ کاری نکردن بهتر از یک کاری کردنه. عرض کنم خدمتتون که شماره‌هاتون رو در بیارین. سلام آقای شاه حسینی حالتون چطوره؟ حال احوال بفرمایید. سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب ببینم چی گیرتون میاد. آقا یه هیجانی ایجاد بکنین ببینیم. یه شماره بکشیم ببینیم مال کی در میاد. شماره 70. شما چندی؟ 70 تشویقش کنین. اسمتون رو بگین. فرگال صالح راستین. خانم صالح راستی. راستین. نه. خانم صالح راستین. از 1 تا 14. 12. یه مودم تقدیم شما میشه. مبارک باشه. بفرمایین. آقای شاه حسینی میره میاره. خب شما اینو بگین. یه دونه از این کارت ها در بیارین. 93. آقای نصیری از 1 تا 14 به غیر از 12. 8. 8. کتاب بد بخرید. یه دونه دیگه بکشیم. 87. خانم اعتماد تهرانی بله. از 1 تا 14 به غیر از 8 و 12. 7. 7. اسنووا 500,000 تومان امکان خرید یک کارتیه بهتون داده میشه. میرین از فروشگاهشون یه چیزی میگیرین اون 500,000 تومان هم میدین به اضافه هزینه کل اون کالایی که میگیرید. مبارکه. شماره 16. خانم جمشیدی بگین به غیر از 7 و 8 و 12. 10. شماره 10. مبارکه. یه کارت هدیه 500,000 تومانی میگیرید از رفیقمون. لطفاً ویدیوهایی که از خودتون میگیرین رو برای مسابقه خنداننده شو به tamasha.ir ارسال بکنید. خیلی ساده است. اونجا میتونین آپلودش کنین بفرستین و در مسابقه خنداننده شو شرکت بکنید. این خیلی خیلی مسابقه هیجان انگیز و بزرگیه. از کل کشور میتونین شرکت بکنید. محدودیت سنی نداره. خانم آقا بودنتون فرقی نمیکنه و از بچه ها تا بزرگسالهای خیلی خیلی بزرگسالهای محترم میتونن توی مسابقه شرکت بکنن و این کار بکنید. خیلی خیلی هیجان انگیز خواهد بود. کل کشور شاهد اجرای لحظات کمدی شما در این مسابقه خواهند بود و یهو دیدی مسیر زندگی عوض شد.
پس از خودتون فیلم بگید بین 1 دقیقه تا 3 دقیقه. یه استنداپ جمع و جور بکنید و حتما اسم و شماره تلفن خودتون اولش بگین و به تماشا.ir ارسال کنید. ما خیلی باحال هستیم ادیم 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 مثل تو یتیم ما خیلی باحال هستیم ادیم 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 مثل تو یتیم ما خیلی باحال هستیم ادیم 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 مثل تو یتیم ما خیلی باحال هستیم ادیم 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 مثل تو یتیم مبروک جوان در اپیزود جدید خندوانه فصل 4. یه مسابقه خیلی باحال داریم راه میندازیم. خنداننده برتر یادتونه که فصل 2. امسال هم میخوایم در فصل 4 مسابقه رو برگزار کنیم ولی با شما. از خودتون بعد فیلم بگیرین بین 1 تا 3 دقیقه یا یک ماجرا خیلی بامزه رو بعد تو 3 دقیقه تعریف بکنین، نهایتا 3 دقیقه. تو 2 دقیقه هم میشه، تو 1 دقیقه هم میشه. یا اینکه ماجراهایی کنار هم بذارید یه ترکیب خیلی جذاب در بیاد. با هر دوربینی که تو خونه دارین، حتی همین موبایلایی که داریم، پشتتون خیلی نور آفتاب و اینا نباشه که صورتتون سیاه بشه، صداتون بلند و خوب باشه، خیلی دور و خیلی نزدیک نباشید. فیلم‌ها رو افقی بگیرید نه عمودی. اول ویدئوتون حتما اسم، فامیل و شماره تلفنتون رو بگید. مهلت ارسالش هم از 1 دقیقه تا 3 دقیقه خواهد بود. زمانی که ما اعلام کردیم الان ویدیو رو بفرستین دیگه شروع می‌کنیم فرستادن به جایی که با بهتون میگیم. مسابقهش میترکونه. چقدر دندوناتون خوب شده با ایرام جان. همین به دست و سفید. دکتر قسطی هم این کارو میکنه؟ قسطی؟ من که قسطی گرفتم. ایرام جان چیه؟ قشنگ یه کاری دیگه قبلی ممزا گرزار بازی کنه میخوام به من پیشنهادش بدم بریم بازی کنه. چیکار می‌کنی؟ شما دارین چیکار می‌کنی؟ چی شده؟ دارین چیکار که ما همون پایین نشستیم منتظریم داریم ضبط می‌کنیم شما اینجا لفتش میدید. آقا یه دندون من شدم خب. چه خوشگل شده آقای جوان دندونشون سفید کردن. شما ببینید دندونه قشنگ؟ آقا این روبینه نه عزیز من هر چی که از مزخرفه تشریف بیارین پایین شما دیگه از فردا این شکلی نمیدم و گفته باشم بهتون. عجب حسودیه. همه الان با اینجوری که گفتید شما قضاوت نمی‌کنم تو رو ولی من شما رو قضاوت کرد منو کوچیک کرد منو کشید پایین شده شما اراده کرد منو خیلی آفتابش مزه کوچک کرد منو. اصلا خودتون مسلط بشید. مسلط هم من شما بودم اینجوری اخلاق باشید. من بودم اینجوری اخلاق رو نه من کوچیک کنه. این دکتر تو من معرفی کنید. دکتر رو معرفی می‌کنی؟ بله معرفی می‌کنم. من همین الان می‌خوام. همین الان فور داری انجام بشه بله، دلیوان سفید شه. بله، یه دست مثل من بله. بله. شما خیلی لطف کردید. سریع برو فقط اگه خواهد سریع انجام شه. تمام میگیریم مثلا. بفرمایید. خب ما به همراه یکی از حامیان برنامه‌مون یعنی ایرانسل یه قرار گذاشتیم مسابقه پرتاب یک توپ بسکت به سمت حلقه بسکت. هر شب از تماشاچیایی که اینجا تشریف دارن به قید قرعه یک شماره در میاد. کسی که شمارش در اومده میاد اینجا و یک توپ پرتاب میکنه. هر شب یک نفر یک توپ و جایزش چقدره؟ 100 میلیون تومان. اوه بله منتها نه از اینجا توجه کنید. نه 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 چرا؟ دقیقاً از همینجا یک قدم فاصله از این صحنه میتونید توپتون رو پرت کنید. در تمام مسابقات بسکتبال پرتاب هایی که وارد حلقه میشن پرتاب های 1 امتیازی داریم، 3 امتیازی داریم و نه بیشتر و اینجا ما امتیاز نمیدیم. یک جایزه 100 میلیون تومانی چیز عجیب غریبی هم نیست، کاملا شدنیه.
خب مهم نیست، اصلا قرار نیست من پرت کنم، بی خود اینقدر خودم رو کشتم. به نظرتون کیا میتونن؟ باید کارت بکشیم و ببینیم که کی میتونه این کار انجام بده. چیه عزیزم؟ چه؟ آقا من هستم. گفتم کیا میتونن، شما چرا دوید اومدی؟ کیا اگه بوده میدونسته منم میتونم دیگه. نه منظورم کیای خودمون نیست، گفتم کیا میتونن. من میتونم. خب از اینجا باید بندازی. نه من جلو که دون انداختم. یه 100 میلیون الان طرفم. یه چقدر؟ 100 میلیون باید من بدی. نه عزیزم 100 میلیون چیه؟ از اینجا 100 میلیون از اینجا دیگه شما بیا اصلا همراه من بیا. من کریف نکجا بگم. الکی که نیستش. خب اصلا همراه من بیا. چی؟ به من کی میگه همراه بیا؟ مثلا من میگم بیا حرف میزنی، من همونجوری که دویدم زدم تو حلقه. تو بسکتبالیست هم میگم. از اینجا مثلا. نه. چرا نه؟ نه از اینجاست. خب 20 میلیون بده. نه. یه داش بده با حالا. نه. از همین. اینجا کی؟ نه عزیزم از همینجا. بفرمایید. اینجا با یه رقص ویژه. نه. رقص پا هم دارم دیگه با دست. از اینجا. استاندارد حلقه؟ حلقه استاندارد. برای فاصلتون ظلم. فاصلمون استاندارد نیست. خب من با حلقه استاندارد و فاصله استاندارد خیلی می‌کرده بودم. خب حالا اصلا قرار نیست نه میندازم. بفرمایید بندازین. میندازم. بنداز. هر جوری میتونی بندازی. بله از اینجا بنداز. چی شد؟ دستم درد میکنه. آخرین مسابقه مسئول شدم دیگه. NBA. او NBA بازی میکنه؟ بله چند ساله. خیلی خوب بفرم. آقای شاه حسینی بی. چرا رفته؟ شما مصدومین دیگه، الان دوران نقاهتته. خب من مثلا میگم یکی دیگر بگیم. البته به نظر من فرصت میدم به یکی دیگه. دوران نقاهت دندوناته. حسادت. حسادت میکنیم. کی حسادت میکنه؟ حسادت. به خاطر اینجا حسادت میکنیم. نه بفرمایید. مشخص حسادت میکنه. خواهش میکنم. حسادتگر. بفرمایید. خب من این شماره میکشم ببینم کی میتونه این کار انجام بده. من که گفتم. شماره 79 جعفر ولدی هستم. آقای جعفر ولدی حالتون چطوره؟ خوبه. هیجان دارین؟ خیلی. اضطرابم دارین در کنارش؟ خیلی. فکر میکنی میندازی؟ میندازم. تشویقش کنین. خب تا اینجا میتونی بیای جلو. تمرکز. 1 2 3. متشکرم. چیه؟ شما بندازی؟ برچی؟ نه برچی نمیدازی. یه توپ هم میدی؟ یه توپ هم بدی. این چه دندوناش همچین شده؟ آقا رفتم پیش آشنای بایرام زمینه‌ای کردم. نشون بده به بقیه. خوشحالم هستی نه؟ خیلی آقا خیلی خوشگل شد. خب عرض کنم خدمتون که آقا چتونه؟ آها میلیون 1000 تومان.
خب آقای خیابانی عجب باشگاهی دارید شما. باشگاه شخصیتونه ها؟ مردم لابد باشگاه شخصی. آره. شایعات شروع شد. خیابانی در باشگاه شخصی خودش. آره. کلا چقدر اهل ورزشید آقای خیابانی؟ بعد از خندوانه که من مزاحم شما بودم از اون موقع تا حالا حدود 30 کیلو کم شده. 30 کیلو؟ چه تاثیر داشته خندوانه؟ با افتخار. آره. 30 کیلو رژیم یعنی هی نخوردین و اینا یا ورزش بود؟ رژیم نمیبینی دارم عرق میریزم. فکر فیلم دارم بازی میکنم. رژیم یعنی 150 بودین؟ این همه ورزش کن آخر سرش هم بگو رژیم. نه چند کیلو بودین؟ 150 روزی که تو خندوانه بودم یعنی همون روز یادم 150 کیلو بودم و الان 120. به قول عادل تو برنامه 90 میگفتی که کباب کوبیده ها رو دو لقمه می‌خوردم اون موقع. شایعات من همینجا نه سرطان گرفتم نه خدا رو شکر نه بیماری دیگه‌ای دارم و در قید حیاتی نه در قید حیاتم و دارم تلاش میکنم که به حال اوضاع بهتر بشه. خب آقای خیابانی از روزی که اومدین تو برنامه بگید آقا. من حدود 5000 تا برنامه مثلا توی این 23 سال اخیر داشتم، چه فوتبال چه بسکتبال، هر چی که گزارش کردم یا هر برنامه‌ای که اجرا کردم. خندوانه بهترینش بود. جزء تاپ 5 بود. به شوخی خیلی‌ها میگفتن برنامه خندوانه‌ای که تو رفتی شد گریه‌وانه. احساسی شد. ولی خب واکنش تو خوب. خیلی‌ها دوستان من یا کسان دیگه میگفتن که هر چی که بودی بعد از خندوانه ضرب در حالا مثلا 2 کن، ضرب در 3 کن، ضرب در 4 کن. چجوری شد شما خنده برتر هفته شدین آقای خیابانی؟ خب الان دیگه نمیشم. الان دیگه استخونی لاغر مردنی لپا کمک کرد. اون موقع لپا کمک کرد. لپا توپون و این مثلا چاله‌ای هم که میفته رو لپ کمک کرد. عجب رأی برده. از همه اینا بهتر نظر لطف مردم که نظرش لطفشون بود و من شدم بهترین خنده هفته. تندیس بیچاره رو چیکار کردین؟ تندیس اصلا من بیچاره نیست که از تندیسه. من هیچ تندیسی رو بیچاره نمیبینم. به حال برای ساختن کجا گذاشتین؟ باور کن درست کنار تندیسیه که من میاد. یه سالی من به عنوان بهترین گزارشگر فوتبال تلویزیون، گزارشگر ورزشی تلویزیون، کنار اون تندیسه تو انباری، کنار همون تندیسه است توی در واقع قفسه‌ای که همه چی میگم بهش نمادهای المپیک، هر چی که از المپیک از جام جهانی ها دارم و جام ملت جایی که رفتم و گرفتم، این تندیس دقیقاً کنار اوناست و وسط کمد کجاست؟ بیا ببین وسط اتاق نشیمن. آقا یه لحظه پا نزنید. بفرمایید که من هم به نوبه خودم شروع فصل 4. چه داری به این من هم به نوبه خودم؟ خب همه همینو میگن دیگه. آره بگم اینو. خب چجوری بگم؟ همه همینو میگن دیگه. خب من میخوام یه چیز دیگه بگم. این که باحال‌تره که. باحال‌تره. من هم به نوبه خودم. من هم به نوبه خودم آرزو میکنم فصل جدید برنامه خندوانه بگیره و مطمئنم که میگیره. خیلی ممنون. خوب بود؟ آره شدی؟ آره خیلی خوب بود. آره مثل همه بود. آره. خیلی لطف کردین. ممنونم. به ورزشتون بپردازید. مزاحم نشیم. مرسی. پا بزنید. سلامت باشید. مهمونی که میخوام دعوت کنم اصلا بمبه، اصلا معروف به بمبه، ولی خدا رو شکر مخرب نیست. خوش قد و بالا و خوش تیپ و باحال و دلبره، ولی شهاب حسینی نیست. خیلی سر حال و قبراقه و بالا پایین میپره و اصلا آتیش پاره، ولی محسن حاجیلو نیست. نکنه من دارم میام تو از در. دعوت میکنم از جناب آقای امید حاجیلی. مرسی. سلام. حالتون چطوره؟ حالت چطوره؟ من خوب مثل همیشه. تو خوبی؟ آره قربونت برم. بفرمایید. بقیه خوبن؟ عالی. چقدر خوب؟ خیلی. خدا رو شکر مثل همیشه. به به.
چقدر تو قشنگی. همه چیزایی که راجبت گفتم شنیدی؟ نه کامل. چی گفتی؟ گفتم که بمب. شنیدم گفتی شهاب حسینی نیست. گفتم اینو فقط شنیدم. گفتم بمب مخرب نیست. آها. خوشقد و قوار و خوشتیپ و دلبره. کیه؟ ولی شهاب حسینی نیست. و گفتم آتیش پارست بالا پایی میپره پر انرژی، ولی محسن حاجیلو نیست. امید حاجیلو. خب به من بگو که تو همیشه همینقدر سرحالی؟ اینجوری به نظر میاد نه؟ واقعا خودت اینجوری؟ چون من مثلا بعضی وقتا هستش که مثلا اینقدر سرحال نیستم. منم همینجوریم. چیکار میکنی اینجور موقع ها؟ سعی میکنم که سرحال کنم خودم. چه روش چیه؟ هیچ روشی هنوز پیدا نکردم متاسفانه. پس موفق نیستی؟ نه اصلا. تو روشی داری برای این قضیه؟ آره. چیکار میکنی؟ من چند تا روش دارم. یا نه بذار بگم دیگه تکلیف رو روشن کنم. یا میخورم یا میخوابم یا فیلم تماشا میکنم یا آدمی که دوستش دارم رو به زنگ میزنم باش معاشرت میکنم و اینها، یا اینکه شروع میکنم تون فکر کردن به چیزهای خوبی که دارم و چیزهای خوبی که میتونم باهاشون حال کنم. میشه یه لحظه الان تون فکر کنی ببینیم چه جوریه؟ من از این خوشحالم که خندوانه میسازم، از این خوشحالم که خانواده خوبی دارم، از این خوشحالم که خندوانه داره تأثیر مثبت میذاره، از این خوشحالم که آدم خلاقی میتونم باشم، از این خوشحالم که با تیم خوبی کار میکنم، از این خوشحالم که چی آقا بیشتر از همه فکر کنم اون خوردن و خوابیدن حالتو خوب میکنه. آره امید میخوای برات هندونه بذارم؟ دکور یا خوردنی؟ نه بابا کی تو برای چند وقت پیش؟ تو خندوانه هیچ وقت این همه سال ما هندونه داریم میدیم. نگاه کن با لبات بازی میکنه. اجازه میدین اولی رو تقدیمتون کنم؟ با اجازه بزرگترا. چطوری مزش؟ خوبه؟ امید این حاجیلی تو یعنی چی؟ حاجیلی تو به زبون ایتالیایی به اصطلاح یعنی خب یعنی حاجیلی کوچک. حاجیلی کوچک چرا؟ من حاجیلی بزرگ چی میشه؟ میشه حاجیلی شما. حاجیلی تو بزرگی نو. بگو چرا این اسم رو خودت گذاشتی؟ ببینین از خیلی سال پیش اومده. من عاشق موزیک آمریکای جنوبی و موزیک لاتینم. بعد این حاجیلیتو اصلا ناخودآگاه میشست روی آهنگام. حاجیلیتو بام پارارارارا بابا حاجیلیتو همینجوری اومد دیگه. بعد همینجوری دیگه بست و گسترش پیدا کرد تا فهمیدم که خود حاجیلیتو واقعا یعنی حاجیلی کوچک. اولش نمیدونستم. نه چه بامزه. یه بار همه با هم بگیم حاجیلیتو. 1 2 3 حاجیلیتو. الان همه با این اصطلاح عنوان میشناسن تو رو؟ میشناسن بله. اونایی که منو میشناسن بیشتر با این قضیه آشنا. تو استاد دانشگاه هم هستی نه؟ ای خدا قبول کن. بعد این حاجیلی یه ذره حاجیلیتو یه ذره اسم چیزی نیست؟ خنده‌داری نیست؟ خب اونجا که نمیگن استاد حاجیلیتو اومد که. چی میگن؟ شک نکن میگن. شک پشت سرم میگن. آره معلومه. و پشت سرم چقدر سوژه میکنن. خیلی. و چه جور استادی هستی؟ خیلی استاد باحالی. چی درس میدی؟ ترومپت درس میدم. یه دوره هم اجرای صحنه‌ای درس دادم. چی؟ اجرای صحنه‌ای. یه واحدی تو دانشگاه ولی بیشتر ترومپت درس دادم. اجرای صحنه‌ای چیه؟ اجرای صحنه‌ای بچه‌ها میان روی ساز میزنن، ایراداشون رو میگیریم، قطعات رو اجرا میکنن. میان با هم دیگه مثلا دوئت میزنن، دوتایی، ستایی، ارکستر، همینجوری با هم اجرای صحنه‌ای دیگه، این اجرای کنسرت. الان میتونی مثلا فکر کنی اینجا کلاس درس بدی بهشون؟ درس بدن؟ آره. ببینیم چه جور استادی هستی. نه؟ درس. امید حاجیلی ببینیم چه جوری درس میده. خب. واقعا فکر کن از در بیا بالا سلام فلان ما دانشجواتیم. تو که نمیتونی دانشجو خوبی باشی قطعا. چرا نمیتونه؟ الان به توضیح میدم. چرا گفت نمیتونه؟ خب معمولا وارد کلاس میشم بله بلند میشه. البته هیچ کی پا نمیشه آخر. راست میگی؟ بفرمایید. مبحث امروزمون راجع به ریتم. من کاری نداشت. توی که بدترین شاگردان خواهی بود. مطمئن. میخوام یه توضیح راجع به ریتم بدم. بده. ریتم یه تعریف سادهش اینه که تحرکات و حرکات پی در پی در یک زمان مشخص. توی موسیقی رو میگن ریتم.
یعنی چی استاد؟ یعنی این که دیدی گفتم، یعنی این من میدونم دیگه، داستانم با ایشونه. شما شاگرد میهمان هستی سر کلاس من؟ بله استاد. میشه خواهش کنم که بیرون تشریف داشته باشی؟ چرا؟ مزاحم کلاس میشه. مهمونو نمیندازن بیرون. باشه. یعنی این که شما الان اگه یه دست میزنی، دست بعدی بزن. این ریتم داره الان. ولی اینکه الان یه دست بزنی، بری 2 تا چایی بخوری، دوش بگیری، بیای مسواک بزنی، یه دست دیگه بزنی، اون دیگه ریتم نیست. ولی اگه چای نخوریم بزنیم ریتمه؟ اگر نسکافه بخوری بزنی ریتم. خب شما خیلی شیطونی. میشه خواهش کنم چون بغل وایسی؟ ای بابا چه استاد گیری ها. من اگه اجازه بدید با این واحد بر اینجا اصلا نمیدونستم شما ورنه واحد بر نمیداشتم با شما. میشون بغل وایسی خواهش میکنم. میافتیم تش دیگه. یه پاتو میدی بالا و همینجوری ریتم میزنی تا برای بچه‌ام جا بیفته. همینجوری نمیتونی نگه داری. با کجام باید ریتم بزنم؟ با همون دسته. الان یه دست توی پام بنده. باهاش بزنید. خب الان متوجه شدی ریتم یعنی چی؟ بله بیشتر به توضیح بدم. میتونم بشینم؟ نه متاسفانه. به من سفارش شما رو کردن که یکم حالتون رو بگیرم تو کلاس‌های دیگه، مثل که خیلی شلوغ می‌کنی. کی همچین مزخرفی رو گفته؟ همین رفتار دیگه. ببینید چقدر پرروه. خب همین کارو بکنید دانشگاه معلومه که باهات بد میشن. معلومه که باهات بد میشن. من یه پست میذارم علیه شما، آبروتون رو میبرم. یه سری عکس ازتون دارم. یه توضیح دیگه بدم. یه عکس ازتون دارم. آقای جوان دارین آفتاب میگیرین. آقای جوان من یه توضیح میخوام بدم. بفرمایید. توی ریتم، توی موسیقی خوش ریتم آفتاب دارین. توی موسیقی واحد کلی ریتم اگر بخوایم نوتو بگیم، اسم کلی یعنی اسم اون واحد اصلی و 4 ضرب هستش که اسمش گرده. خب دقیقاً با الان شما خیلی مطابقت داره، وزن رفته بالا. که میشه یک واحد که میشه یک واحد کامل که 4 ضربه، یعنی 1 2 3 4 1 2 3 4. این شد یک گرد. یا ما توی موسیقی میتونیم بهش بگیم رامبد. این شد یک رامبد. ببین من الان یک گردم. نه تو الان یک گرد هستی در موسیقی. در موسیقی واقعا تبریک من میگم. اینم. این الان رامبد. الان هر جا اینو بشنون این رامبده. یه رامبد بیاین. خب حالا اگر رامبد لاغر بشه میشه سفید نقطه دار، میشه 3 ضرب، میشه 1 2 3. رامبد لاغر. حالا اگه خیلی لاغر بشی، نصف بشی، میشه 1 2. درسته؟ خب میشه سفید. یه رامبد سفید 2 ضرب، 1 2. حالا یه رامبد همین الان گردو بریم. من مطمئنم از فردا تو دانشگاه با همین روش میره درس میره. یعنی شاگرداش میگن استاد یه رامبد بریم الان اینجا رامبد میخواد یا یه رامبد چیز میخواد؟ اینجا یه نصف رامبد. نصف رامبد. خوب بود الان؟ خیلی جالب. من در خدمتتون هستم. خیلی جالب. امیدوارم که تو دانشگاه بتونم مفید واقع شم. متشکرم استاد، عالی بودید. استاد میشه که ما یه متنی رو به شما بدیم، شما لطف بکنید اینو برامون آوازش کنید. چه متنی؟ آقای شاه حسینی. شروع کردی دیگه رامبد. الان دیگه شروع شد. آخه من انقدر تو رو دوست دارم و انقدر کم پیش میاد تو باشید. بیا چیز بودی؟ شعر یعنی جان. خیلی خوش آمدین. بیا اینجا. لامینیت کردی؟ بایرام براتون برده پیش اون دکتره؟ گفته 1 ساعت حرف نزنی؟ خب حرف نزن، دهنتو ببند. بفرمایید. شورشو در بردن با لامینیتشون امروز. شعر رامبد. ببین یه متن میگه سلجوقیان نام دودمانی ایرانی بود که در سده‌های 5 و 6 هجری بر بخش‌های بزرگی از آسیای غربی
و ایران فرمان روایی داشتند. وزیران این دوره به ویژه عمیدالملک کندوری و خواجه نظام الملک خدمات مهمی به ادبیات فارسی و گسترش دانش‌ها کردند. خیلی زحمتشون بنیادگذاری مدارس نظامیه در بغداد، بلخ، نیشابور، اصفهان و ایجاد کتابخانه‌ها و خانقاه‌ها و مدارس گوناگون از کوشش‌های فرهنگی این دوره است. خسته نباشید. خیلی خوشحال شدم. تبریک میگم. استاد اینو بخون. باور کن. بذار ببین تو ببین آدم یعنی من با ملودی بخونم؟ آره. مگه میشه؟ اینو آوازش کن. تو منو دوست داری؟ ما رامبد میزنیم، 1/3 رامبد میزنیم، نصف رامبد هم میزنیم، هر کاری بخوای میکنیم. خب چه جوری بکنم این کارو؟ تو قهرمانی. همه رو همینجوری دست بزنیم براش. میتونه. نه میتونه. امید میتونه. حاجی توه. فکرم داری فکر میکنی، نگو داری من نگاه کن. خب ریتمشو بگیریم. کلی رامبد پشت سر هم میریم همینجوری. خوبه؟ گرد رامبد. بریم. 1 2 3 4. سلجوقیان نام دودمانی ایرانی بود که در سده های 56 هجری بر بخش‌های بزرگی از آسیای غربی همه غربی یا ایران فرمان روایی داشتند. وزیران این دوره به ویژه عبدالملک کندوری و خواجه نظام الملک خدمات مهمی به ادبیات فارسی و گسترش دانش‌ها کردند. بنیانگذاری مدارس نظامیه در بغداد بلخ، نیشابور و اصفهان و ایجاد کتابخانه ها و خانقاه ها و مدارس گوناگون از کوشش های فرهنگی این دوره است. 4 تا رامبد، 2 تا، 3 تا، 4 تا، یه رامبد نصفه، 1 2. این چی بود آخه؟ خانم آقایون، امید آجیلی. آتیشکاره دیدی چی کار کرد؟ بابا این چی بود رامبد؟ باور کن فکر نمی‌کنم. شعر به من بدی نمیتونم بخونم که این متن عالی بودی. عالی بودی، یعنی واقعا عالی بودی. خب ولی خب توش فالش و فولش و اینا هم شد دیگه، چون همینجوری اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. فوق العاده بود. جدی میگی؟ به جان تو اصلا فکر نمی‌کردم. الان میتونی فکر کنی. خیلی باهوشی. جدی میگی؟ خیلی باهوشی. خب خدا رو شکر. خدا افتخار کردم. میگی که از زنده‌بانت میاد. بفرمایید. آقای شاه حسینی. بابا بس دیگه رام دوباره. نه، دار تو بیار. جان منو بزنی؟ نه. آها. یه مسابقه گذاشتیم با حامی برنامه‌مون. یکی از حامیای برنامه‌مون 780. اینو دقت کن. ببینم تو رو. بیا اینجا. یک ساعت حرف نزنی. بفرمایید. واقعا فکر میکنی خوشگل شدین شما اینجوری؟ قرار گذاشتیم که مهمونا که میان هر کدوم یه دارت پرت کنن. ته ماه، این محاسبه زمانیش 1 ماه هست. مهمونی که آخرین در طول 1 ماه مهمونایی که میان محاسبه میکنیم، یه جدولم داریم. اونی که بالاترین امتیاز آورده
یک جایزه نقدی عالی میگیره. تو خدا 78 میلیون تومان. به به. تبریک میگم سایمان. دیشب محمد بهرانی انداخت، به به. زد توی 2 ضرب در 3 شد 6. بمیرم نتونست امتیازی بیاره. بیا. کجا میدونی من بیشتر میارم؟ حالا ببینیم تو چی کار میکنی. یه رامبد بریم. وایسی 3 4. آقا لاغر کن دیگه. میتونی خودتون برسونی به یه دست. 1/4. چرا؟ چیزی ازم نمیمونه. 2 برابر میخوای بشه اگه دوست داری. 14. پشت این. مستقیم نمیتونی بگیری قدم رامبد. همینجا که واسطی. آها. تشویقش بکنید. تشویق. 78 میلیون تومنه. 78. یه بار دیگه باید بزن. اونجا چند امتیازه؟ هیچی. ببین محمد بهرانی شاید تو ببری. گفتم از اون بهتر. محمد تو میبری. خیلی خوب. خسته نباشی. بفرمایید. خوب پرد میکنی. عجب اسپانسری دارید. دیدی؟ کاش میگفتین اونی که بیرون بزنه اون لبه مثلا ببره. کسی نتونه امتیاز بیاره. نه بزنه تو اون سیاهیه. اصلا خیلی سخته اونجا زدن. من میزنم ولی. چی؟ من میزنم. آقای آجیلی سلام علیکم. خوبه؟ من بالا دیدم. سلام علیکم. بله. با هم اومدیم. بله. با هم اومدیم. کار کردیم، موزیک با هم کار کرد. نه بابا. بله ترومپت زدم. هنوز شما تو لامینیتی؟ چقدر زشت. میخوای بندازی؟ من قشنگ‌تر از اونا کار منو کردم. به اونا باید بگین زشت. من مبتکر بودم. من رفتم سراغش. من پیدا کردم. خیلی خوب. بزن ببینم کجا میزنی. کجا بزنم؟ همینجا. هر جا بگی. ببخشید آقای نخندید. یه سوال، بایرامو تو جدول بذاریم یا نذاریم؟ دوست هم دارم. خیلی خوب. کجا باید بزنم؟ هرچی به مرکز نزدیکتر بهتر. از من بدترم هست بله. بایرام جان ممنونم ازت. آبرومو خریدی. خواهش می‌کنم. به خاطر شما زدم. اگه من چشم‌بسته می‌زدم اون واسه. پس بایرامو تو جدول بذاریم. سره میفته بیرون جدول. مزاح کردیم. خیلی. بعد رفتاری چقدر با من؟ جلو مهمون. شما به نظرم جاهای بی ربطی یهو تشریف میارین. چه بی ربطی؟ صحبت پول شده بعدم وسط. بدهکارم من باید طلب بدم من. آخه هر کاری هم میکنیم شما میدونی میای هیچی هم نمیتونی از پسش بر بیای. بسکتبالو که انداختم توش. بسکتبالو ننداختی توش. انداختم توش شما شهر گذاشتی. گفت باید بیا عقب‌تر. گفتی باید عقب‌تر بزنی. آی شاه حسینی من رفتم. آی جون خدا نگهدار. خداحافظ. بازی ایران استرالیا رو یادته؟ بله. داشتی چی کار میکردی تو در حین بازی؟ بسید جالب بگم. ها تماشا میکردی یا نه؟ تماشا میکردم ولی با استرس. هممون؟ نه. ها استرس هم به خاطر چیز دیگه بود. من اون روز معلم فیزیک داشتم. خب امتحانات بود، معلم فیزیک داشتم خونه. منتظر بودم این آقا بیاد، بازی هم شروع شده بود، هی منتظر بودم بیاد و بازی رو میدیدم و بیاد و نیاد و اینا. زنگ زد گفتش که یکم ترافیک و شلوغ و حالا میام و اینا. ما بازی رو دیدیم. بازی که تموم شد دیگه خوشحال. بعد زنگ زد 1 ساعت منتظر بودم که ببینم چی شد. زنگ زد گفت نمیدونم چه اتفاقی افتاده، همه اومدن بیرون و شلوغ شد و اینا، من نمیرسم بیام. ما اون خوشحالیه و اینکه هم نمیومد خوشحال شدیم، هم ایران برده بود خوشحال شدیم، ولی کلا بازی خیلی مگه میشه کسی اون بازی دیده باشه و کیف نکرده باشه؟ کیا اون بازی رو ندیدن؟ خسته نباشید. به دنیا نیامده بودیم؟ چطور ممکنه بازی ایران استرالیا رو ندیده باشیم؟
یادته جواد خیابانی گزارش میکرد این جمله است، یه بدور بخون. لحظه گل خداداده. خب یه بار خودت بخونش که مردم بدونن چیه. دایی یک فرصت خوب، حالا پشت مدافعان، خداداد عزیزی، توی دروازه گل برای ایران. تبریک میگم سنگه. یه رامبد بریم. 3 4. دوست داری چاق‌تر شی، خودت دوست داری. دیگه دست ما نیست. خب بریم آرومتر دست بزنیم، ولی بریم. 1 2 3 4. دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع خداداد عزیزی خداداد عزیزی، حالا گل برای ایران توی دروازه، آخه گل برای ایران توی دروازه. واسه یه جوری بگم که با هم بخونیم، دستو بزنیم. گل برای وایسی گل برای ایران توی دروازه، برای ایران توی دروازه، رامبد جوان توی دروازه، عابد زاده توی دروازه، قرش شیران توی دروازه، آخه امید حاجیلی توی دروازه، آخه ای داد توی دروازه، آخه ای داد بیداد توی دروازه، عقاب آسیا توی دروازه، خداداد عزیزی و گل. آفرین. امید تو خلوتت آهنگ میخونی برای خودت؟ بله پیش میاد. ممکنه مال کس دیگر رو بخونی؟ خیلی کم. نه. بدت میاد از بقیه؟ نه. ببین من توی خلوتم یه آهنگ خودم رو زمزمه میکنم که ببینم از توش چیز دیگه در میاد نه، چون خودم آهنگ سازم. بررسی داری میکنی در نهایت. یا اینکه دارم یه چیزی خلق میکنم. آها. بیشتر این حالته. اگه آهنگ کس دیگر رو بخونی مثلا ممکنه مال کی رو خونده باشی؟ نمیدونم واقعا، چون من خیلی حافظه خوبی توی شعر ندارم. ملودی چی؟ ملودی کس دیگر یادته الان؟ ملودی کس دیگه باور میشه بگم نه؟ به خدا. اصلا گوش میدی آهنگای دیگرانو؟ آره توی ماشین گوش میدم، ولی خیلی اونجوری نیست که بخوام حفظش کنم. ببین مدل موزیک گوش کردن ما خیلی فرق میکنه. این مثلا یه نقاشی میمونه که میره یه نمایشگاه، قطعا چون تخصصشه یه جور دیگه نقاشی‌ها رو نگاه میکنه، یعنی با دیتیل رو میره توی ریز قضیه. ما موزیک گوش کردنمون اینجوریه، من اگه یه نقاشی ببینم شاید از کل اثر لذت ببرم، شاید اگه یه نقاش بگه اصلا خوب نیست ولی میگم به نظر من قشنگه. پس شماها تقریبا لذت نمیبرید از موسیقی هم دیگه حالته. شما همش دارین بررسی و تحقیق ناخودآگاه این اتفاق میفته دیگه، تحلیل میکنید، ناخودآگاه میفته. ما خیلی راحت ارتباط برقرار میکنیم با آثار شما این چیز میمونه، اصلا تو خودت یه فیلم میبینی قطعا ذهنت به همه چیش میره دیگه، به کارگردانیش میره، به هیچ چیش نمیره. خب اون تواناییه که تو نداری مثل این به خاطر اینکه آدم خالی هست. ایران بود خالی از عقده. یه رامبد بریم. 3 4. بعضیا دوست دارن چاق‌تر چی دست من. ببینم آهنگی که ممکنه در خلوتت بیشتر بخونی کدومه؟ آهنگ خودم؟ آهای چیزای مختلف میاد، واسه این مودم داره. اونی که راحت‌تر میاد زیر زبونت تو دهنت میخونیش. مثلا برای عاشقی دیره. بگو. بخونم. برای عاشقی دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره. اینو کی ساختیش؟ اینو خیلی سال پیش ساختم. تقریبا من سال 87 آلبوم اومده بیرون، 5 6 سال مجوزش طول کشیده، 82 3 شاید. آقای شاه حسینی دوباره باید بخونم به متن. یه ماسک بزن رو صورتت. چیه الان؟ نباید چیزی بگی. فهمیدم دیگه، بفرمایید. همین ملودی رو اینو بخون. دست بزنن بخونیم؟ نه به نظرم بخون بشنویم یه دور. دوای آرتورو سیره، کمی چای و کمی شیره، تا قند خون نره بالا کسی راحت نمیمیره.
بعد 59 60 پول ایتالیا لیره 4 راه جهان کودک همیشه قفله و گیره همیشه قفله و گیره. حالا بگو ما چی کار کنیم؟ میشه از بچه‌های گروه موسیقیمونم بخوای همراهیت کنن با این آهنگ؟ بچه‌ها بلد این آهنگو؟ دوای آرتوروسیره کمی چای و کمی شیره تا قند خون نره بالا کسی راحت نمیره. بعد 59 60 پول ایتالیا لیره 4 راه جهان کودک همیشه قفله و گیره همیشه قفله و گیره. خانم آقایون امید حاجیلی. مرسی مرسی. خب این که تو بیای اینجا یه آهنگ کامل نخونی بری من قطعا نمیذارم. از روی جنازه من باید رد شی. خدا نکنه. قربونت برم. که نخونم و برم. درست گفتی؟ بله. برای چی میخندی؟ نفهمیدم. یه چی اینجا انقدر به همه خوش میگذره واقعا هر اتفاقی میفته همه احساس میکنن که باید بخندن. خیلی خوبه. الان من تو رو بزنم همه میخندن. افتادم بود با مش همه دماغش درکید. خیلی باحاله ولی. خب این از خصوصیات خوب برنامه‌تونه. ما با چند سال ما هم دیگه میشناسیم؟ خیلیه. خیلی ساله. نزدیک 10 سال میشه. می‌خواستم بگم 10 سال آره. چند بار خندوانه ساختی؟ یعنی الان دوره 4م. این فصل 4 و 432 به علاوه 3 میشه 435مین قسمت خندوانه است. پس نزدیک 10 سال هم دیگه رو میشناسیم. 453 قسمت هم 435 قسمت هم خندوانه ساختی. من چند سال دارم کنسرت میدم؟ جواب بده. غلط کردم. جواب بده. غلط کردم. ما خیلی وقته که با هم دوستیم. رامبو تا حالا کنسرت من نیومده. میشه همچین چیزی؟ من به خاطر اینکه واقعا هیچ دلیلی نداره. آقا غلط کردم. نداره. غلط کردم. نه کافی نیست. اولین کنسرتی که بدی از صبح اونجام تمیز میکنم، جمع میکنم، پهن میکنم، ساوند چک انجام میدم، لباسای تو رو اتو میزنم، در حدم نیازی نیست. جوراباتو میشورم، برات غذا میپزم. پس باید یه روز قبل بیای. نه همون. من دستم تنده همه کارا رو میکنم. نه ولی واقعا خیلی زشته رامبو. خیلی معذرت میخوام. آقا غلط کردم. امید جان عزیزم ولی تو از صمیم قلبت میدونی که من چقدر تو رو از صمیم قلبم دوست دارم. بله ولی عمل کرده دینو نشون نمیده. میشه خواهش کنم بخونی؟ تو که رفیق منی. کاغذی چیزی نه خودت. نه بدین. خودت. رو درواسی نکن. خودت. چی همینجوری بخونم بدون موزیک که نمیشه که. با موزیک بخون. خب چیزی هست که اینجا بخونم؟ آره حتما. حوصلت سر رفته دیگه خستگیت در رفته هر روز هفته نگی بیبی دیجیتالمون قطعه خندوانه داره یه پندی میبینی تو باید بخندی داره ترفندی داره روندی قانون داره حتی بالا بلندی پر شیرین و عسل و مواد قندی داره پر شکلات سر و کلی کندی چهار. حالا همه با هم ای داد ای داد ای داد بیداد ندارم خبره ای داد ای داد ندارم خبره ای داد بیداد ندارم رامبو رامبو جوان نازاره ناز به جوانش داره رامبو جوان نازاره ناز به جوانش داره تکنوازی بایرام
نکنه بره غر کنه، بره منو ترکم کنه، نکنه بره غر کنه، آره بره ما رو ترکم کنه. آخه اگه بره زندگیم چه ویرون میشه، اگه بره زندگیم چه ویرون میشه. رامبو جوان ناز داره، ناز جوان داره، رامبو جوان ناز داره، ناز به جوان داره. بیا بریم دشت، کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش نداره، بچه صیاد به پایش دام داره. بچه صیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن. خواب خرگوش به خواب یار میماند، بله خواب خرگوش. رامبو جوان ناز داره، ناز به جوانش داره. رامبو جوان، رامبو جوان، رامبو جوان، رامبو جوان، رامبو جوان، رامبو جوان ناز داره، ناز به جوانش داره. بازن بری سازن بجن بازن بری حال دل خراب دست بنی دستم ایحنا رسم دین وقت خواب سازن بجن بازن بری حال دل خراب دست بنی دستم ایحنا رسم دین وقت خواب. مترت نارد یا مکم تدی یا مکین مدی تا به مخرت نارد بوشکر یواتک بید ما یارم دری میدر مونگنو خنید سمرسی بوشگل کدی میدر مونگنو خنید سمرسی بوشگل کدی میدر. بازنه بجن بازنه بخن هیزگرو بنی شرشوپی دست بنی دستم کش بکشم وقت سیر به اثر چوبی تقدیم مکم ای ترانه و ملت شریف ایران مخصوصا یکل مردم نجیب دلخوان. کی گرفتی؟ مهمونه برنامه خنده‌بانه بودم و اینو دادیم به هم، گفتین یه جایی بذارید که بتونیم ببینیم. من واقعا هم گذاشتم یه جایی که همیشه ببینمش. اینم همونجا بود. خب این به چه مناسبت؟ این مال خنده برتر بود، لبخنده برتر هفته. چیکار کردی؟ همین کاری که داری میبینی. واقعا همین؟ آره دیگه. 10 9 7 8 آره. تا صدم میشمردین من همین بود. چه جوری بود نشون بده؟ دارم نشون میدم خیلی آره. این مال لب آهنگه، اینم با رأی مردم بوده، خیلی هم برام عزیزه. اینم همونجا رو میز ترجیزی کتابخونه کنار این دوتا. خیلی ممنون. همه رو سریع از انباری در آوردی تا ما بیاییم؟ نبود به خدا، همش بود. خنده‌بانه اومد داشته اصلا براتم؟ آره هتریک کرد. کدومش بیشتر چسبید؟ اونایی که با رأی مردمه خیلی میچسبید. از خنده‌بانه خاطره چیزی داری؟ گاهی اوقات هم تماشاگرها وقتی بیرون هستن خب دوست دارن که با مهمونای شما عکس بگیرن. راستش منم دوست داشتم که عکس بگیرم، منتها اون آقای سکیوریتی من به زور هر دفعه راهنمایی می‌کرد به اتاق مهمونا، تا اینکه دفعه آخر ازشون خواهش کردم که اجازه بدن که عکس بگیرم. ولی مثل که مخالف قرار شما بود و دیگه در نهایت منجر به این شد که اولی عکس با آقای سکیوریتی گرفتیم، بعد با بقیه. کدوم بخش برنامه بیشتر دوست داشتی؟ من استندآپ کمدیاتون رو خیلی دوست دارم. کمپین‌ها که راه میندازین خیلی مهمه و درسته و امیدوارم که ادامه پیدا کنه و شلوغ پلوغ باشه، همه استقبال کنن ازش. خودت عضو شدی؟ آره چند تا شد. هیچ وقت هم هیچ اتفاق مثبتی برام از اون مثلا قطره قطره عضو بودی؟ بله. قطره قطره عضو بودم، مسابقه کتابخوانی شرکت این هیچ کدوم برنده نشد. اون چیزی که به شانس مربوط میشه معمولا تو قرعه کشی و اینا من پیشنهاد بده بهمون یه ذره.
پیشنهاد چیکار کنیم بهتر شیم؟ خیلی سوال یه دفعه‌ای پرسیدین. شما اتاق فکر دارین، چند ماه دارین روش فکر می‌کنین به نتیجه نمی‌رسید. بالا یه مهمون پیشنهاد کن. میشه اسقر فرزی دعوت کنیم. آره شانسمون امتحان. سایتون بکنیم. آره. لطفاً به نوبه خودت تبریک بگو شروع فصل 4. من به نوبه خودم تبریک میگم شروع فصل 4 خندوانه رو. امیدوارم که از فصل 3 و 2 و 1 بهتر باشه و حتما همینجوره. امیدوارم که خیلی هم ادامه پیدا کنه. آرزوی موفقیت میکنم برای همه از همه عوامل. واقعا قربونتم. چند تا کار بعد انجام بدیم. یکی این که تو لبخند بزنی به تماشاچی و رأی بگیری. آماده؟ لبخند بزنم؟ لبخند میزنی؟ الکی؟ 10 ثانیه. لبخند الکی نگفتم قش قش بخند. لبخند لبخند بزن. شما یه کسی رو میبینید دوستش داره بهش لبخند نمیزنی؟ 10 ثانیه یه لبخند میزنم تموم میشه. 10 ثانیه رأی میگیری. آماده باش. آره بابا. جایزش چیه؟ هدیه چیز تندیس طلای اونو که از دست دادم. لبخند هفته. آره خون خیلی بد بود. یه هدیه‌ای داری. برو آماده باش. یه براش میشوریم از 10 میایم پایین. آماده 1 2 3 10 9 8 7 3 2 1 خیلی قشنگی. به ما بگو که حاضری چه قولی بدی که بیرون از اینجا یک نفر تا چند نفر احساس خوشحالی بکنن؟ چه قولی بدم؟ هر چی که فکر میکنی. بیرون از اینجا یه کاری بکنی از یک نفر تا هر چند نفری که خودت. میخواید این قول رو با هم دیگه بدیم؟ یه کاری با هم بکنیم؟ میتونی؟ چرا پای منو میکشی وسط؟ تو که خودت این کار نیستی چرا میخوای ما این کارو بکنیم پس؟ من این کارم ولی پس من اگه این پس چرا پاتو نکشم وسط؟ بگو آقا. چون میدونم این کاری پاتو کشیدم. بفرمایید. با همدیگه یه جایی یه کنسرتی برای یه سری بچه بی سرپرست، یه سری آدم اینجوری برگزار کنیم. با کمال. نه که با هم دیگه، یعنی تو هم بیای رو سن. فکر نکن که تو رو میخوام روی سن. میتونی به عنوان مجری روی سن باشی، ولی نوازندگیت که دیدیم دیگه بی‌نظیر بود. ولی من در سطح تو نیستم رام بود. میدونی؟ نمیخوام سطح تو بیارم. باشه برای اینکه به همت نریزم رو صحنه. خیلی نه واقعا این کارو بکنیم. چشم. برای یه سری خانواده بی سرپرست، بچه‌هاشون، خود خانواده ایاب و ذهاب، همه چیشون رو 0 تا 100شون بیاریم یه جا. رایگان دیگه. بله رایگان. سوال نمی‌کنم، دارم تاکید می‌کنم که متوجه بشن. رایگان این کارو براشون انجام میدیم. دقیقاً. یه شب خیلی خوب براشون که یه خاطره خوب براشون باشه. یه کنسرت، منم با گروهم و یه اجرای خیلی خوب با حضور اونا، یه شب خیلی شاد و پر انرژی و کلی انرژی مثبت. میترکونیم. عالیه. خب یک نکته راجع به اسنووا باید بگم، اونم این که اسنووا جمله‌ای داره، شعاری داره به اسم، یعنی با این مضمون که روی ما حساب کنید. اسنووا رو از فصل 4 از ابتداش با ما هست تا انشالله پایان این فصل 4 و قراره که همینطور اتفاقات خوب بندازیم و کارهای خیلی باحال بکنیم. واقعا محصولاتش درجه‌ایه که ما از نزدیک رفتیم تولیداتش رو دیدیم و خواهش میکنم که بهش توجه کنید. خیلی 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 جدی میتونه باعث افتخاری مملکت باشه. آقای شاه حسینی یه قولی به من بده. اون دفعه هم این قولو دادیم هر چند وقت یک بار به خندوانه بیا، در حد 10 دقیقه هم تونستی بیا، یه انرژی پخش بکن. برو. من که از خدامه بکن این کارو. واقعا اگر که امکانش باشه. خندوانه محل کیف ایجاد کردن برای مردم و تو خودت این کار خیلی خوب بلدی و خندوانه به کمک آدم مثل تو احتیاج داره. من اصلا باعث افتخار برام این اتفاق بیفته هر وقت که به من بگید و من فرصت داشته باشم در خدمتتون. این درسته. عالیه. دمت گرم. خب عرض کنم خدمتت که علیرضا فانی به عنوان یکی از عکاس‌های معتبر مملکتمون یک مجموعه رو درست کرده مختص برای مهمان‌های خندوانه. از مجموعه آثارش به اسم آبی بود
یا آبی بود که تمام این عکس‌ها از بعد هر کدوم از این کتاب‌ها هم لیمیتد ادیشن هستن، با تعداد محدود تولید شدن، 30 نسخه. عکس‌های بسیار عجیب و غم‌انگیزیه از دریاچه ارومیه. این دریاچه ارومیه است. خیلی غم‌انگیزه. ما داریم زمین رو نابود میکنیم. منتها در کنار این که این به عنوان تو به عنوان یک هنرمند که فرد تأثیرگذاری هستی در جامعه، این به تو هدیه داده میشه. هم این که کار با ارزشیه، از نظر ریالی با ارزشه و همینطور از نظر مضمونی، و همینطور این که تو به عنوان هنرمند یادت باشه که چه آسیبی به مملکتون در این جایگاهش خورده و بتونی یه جایی این رو منعکس بکنی. همیشه اینو داشته باش. تقدیم به تو. مخلصم. مرسی. بله از علیرضا فانی عزیز. آره حتما. این هم در ادامهشه که این باز یه جای امیدواری داره که جاهای همینطور انقدر زیبا و سرسبز هم همچنان وجود داره. همه چیز نابود نشده. مخلصیم. 7-8 هدیه داده که تقدیمت میکنم. بابت اون ضربه‌ای که زدم. به پاس این که حضور داشتی و لوح معروف خندوانه رو تقدیمت میکنم. لطفا یه جای بذار که ببینیش. قطعا. مخلصم. مرسی، خیلی ممنون. مرسی. به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم و همچنان اعلام میکنیم، یاد میکنیم که مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم و شما خیلی عزیزین. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. اگه میخوای براشون آرزوی بکنی بکن. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. من همیشه سلامتی به نظرم مهمترین چیزه. بله. چون وقتی که آدم سلامتی داره پشتبندش به هر چیزی که بخواد میتونه برسه و همیشه مهمترین آرزو برای خودم و خانواده‌ام و برای هر کسی که دوستش دارم این آرزو رو دارم. یه آرزو دیگه دارم که یکم شخصیه. آرزو میکنم که پدر مادرم سایه‌شون سالهای سال همچنان بالا سرم باشه، چون واقعا هر چی که دارم مدیون اونا هستم. و یه تشکر خیلی ویژه دارم از کسایی که من حمایت میکنن، همیشه دوستم دارن، یه جورایی طرفدارم هستن. امیدوارم که همینجوری روز به روز بیشتر شه. خدا تو رو هم برای ما حفظ کنه و امثال تو که واقعا دل مردم رو شاد میکنید. منم همیشه تلاشم این بوده که دل مردم رو شاد کنم و امیدوارم که بتونیم موفق باشیم و بتونیم تا اونجایی که میشه همینجوری پیش بریم. دمت گرم. مرسی هستم. تمام حرفای قشنگی که زد رو برای همه من تکرار میکنم. انشالله بزرگترها سایه‌شون بالا سر کوچیکترها باشه و کوچیکترها هم قدردان بزرگترها باشن و همینجور کیف بکنیم در کنار همدیگه، در کنار خانواده‌مون. به قول امید عزیزم، اول سلامت باشیم، عاقبت به خیر باشیم و جیباتون هم پرپول باشه. مخلصیم. رو به اونجا میگیم شاد باشید با دست راست. 1 2 3 شاد باشید. مرسی. شکرم شما همه. Thank you.